شما ایرانی هستید؟ پس چرا جومونگ و تسو رو میشناسید اما فرماندهان ایرانی که جونشون رو برای نجات این سرزمین دادن حتی اسمشون رو هم نمیدونید؟ رستم فرخزاد سپهسالار کل ایران که در طوفان شن قادسیه کشته شد. بنداد هرمز سرداری از تبار کارن که 50 سال در جنگل‌های مازندران به اعراب باج نداد و استقلال ایران رو حفظ کرد. موتی سردار دیلمی که پس از سقوط ساسانیان گفت من برای ایران می جنگم نه برای شاه و در دشت قزوین جان داد. بهرام چوبین نابغه نظامی که با 12,000 نفر ارتش 300,000 نفری خاقان ترک رو در هم کوبید و مرزهای ایران را نجات داد. زوپیر سرداری که گوش و بینی خودشو برید تا به عنوان نفوذی وارد بابل شود و شهر را برای داریوش فتح کند. شهرگ مردی که برای دفاع از تخت جمشید و میراث کوروش در برابر سپاه اعراب ایستاد و جانش را فدا کرد. به پاس خون این وطن پرستان ایران این پست رو برای همه بفرست تا اونا هم قهرمانان واقعی این خاک رو بشناسند و برای آشنایی با تاریخ کشورت پیج تاریخ مدرن رو دنبال کن.